آموزش بافت معمولک پارت 1. اول از همه میریم سراغ بافت سفیده چشم. برای این کار یه حلقه جادویی میزنیم. حالا هر طوری که خودتون میخواین حلقه رو بزنین و داخل این حلقه جادویی 6 تا پایه کوتاه ببافیم. توی کل مراحل بافت منظور ما پایه کوتاه هستش. حالا توی هر پایه قبلی 2 تا پایه میزنیم، یعنی 6 بار افزایش میدیم که پایه هامون از 6 تا به 12 تا میرسه. بعد از بافت کل رج یه بست میزنیم و نخ رو کوتاه میکنیم. حالا میریم سراغ کاسه چشم که با کاموای سبز بافته میشه. برای این کارم مثل همون سفیده چشم یه حلقه جادویی میزنیم. داخل حلقه جادویی 6 تا پایه میبافیم. داخل پایه های قبلی، یعنی برای رج دوم، داخل هر پایه 2 تا پایه میبافیم، یعنی 6 تا افزایش. کل رج سوم که میشه رج بعدی رو ساده بافی میکنیم. بستمون رو میزنیم و از هر کدوم از این چشم ها 2 تا میبافیم. میریم سراغ بافت سر. برای سرم دوباره یه حلقه جادویی میزنیم. 6 تا پایه داخل این حلقه میزنیم. شلوار خشکیده بردارین آقا سودانه تو پادو. رج بعدی هر پایه رو افزایش میزنیم، یعنی 6 تا افزایش، و پایه همون میرسه به 12 تا. رج سوم یکی در میون افزایش میزنیم و پایه همون از 12 به 18 تا میرسه. میریم سراغ رج چهارم که 2 تا در میون افزایش رو میزنیم و پایه همون رو از 18 به 24 میرسونیم. رج پنجم 3 تا در میون افزایش داره، یعنی 3 تا ساده یه افزایش که پایه هامون از 24 به 30 میرسه. رج آخر یا رج ششم
4 تا در میون افزایش داره و پایه هامون از 30 به 36 میرسه. وقتی که این 6 رج بافته شد بست میزنیم و نخ رو جدا میکنیم. سر ما نیازی به الیاف نداره چون تا میشه و به هم دیگه دوخته میشه. میریم سراغ بدنش. برای بدن از دم شروع میکنیم و به هر تعدادی که دلمون میخواد برای دمش زنجیر میزنیم. برای مثال اینجا 5 تا زنجیر زدیم، 5 تا زنجیر اصلی و یه زنجیر اضافی. برای اینکه بافت شروع کنیم میشه 6 تا. از زنجیر دوم یه نخ در میاریم و از همون نخی که در آوردیم یه نخ دیگه عبور میدیم و 2 تا نخ رو یکی میکنیم. یه زنجیر دیگه میزنیم و از همون پایه‌ای که زدیم یه نخ دیگه در میاریم، دوباره از همین نخ یه نخ دیگه در میاریم و 2 تا نخ رو یکی میکنیم. یه زنجیر میزنیم و از پایه‌ای که داشتیم 2 تا پایه کوتاه داخلش میزنیم. دومین پایه کوتاهی که میزنیم اگه به این شکل باشه حالت خمیده پیدا میکنه دوممون. برای همین میایم برمیگردیم و از اولین حلقه‌ای که در آوردیم یه بار دیگه نخ رو در میاریم و 2 تا نخ رو یکی میکنیم تا حالت مثلثی شکل بگیره. از اینجا شروع میکنیم بافت پاهاش رو. 8 تا زنجیره میزنیم برای هر کدوم از پاها. وقتی 8 تا زنجیره زدیم 4 تا بست از زنجیره دوم شروع میکنیم به زدن. اولی، دومی، سومی و چهارمی. برای انگشت بعدی شروع میکنیم 5 تا زنجیره میزنیم. دوباره از زنجیر دوم شروع میکنیم و 4 تا بست انجام میدیم. دوباره انگشت بعدی 5 تا زنجیره، از زنجیر دوم 4 تا بست. توی بست ها امکان زیاده که نختون دولا بشه، پس بهتره وقتی که نختون دولا شد یه بار دیگه قلاب رو در بیارید و قلاب رو درست داخل حلقه ببرید. وقتی 3 تا انگشت رو بافتیم به سومین زنجیره از اول وصل میکنیم و 2 تا بست دیگه روی این زنجیره ها انجام میدیم. جمعاً 3 تا زنجیره میشه، 3 تا بست میشه ببخشید. داخل هر
پایه‌ای که روی بدن بود یه پایه میبافیم، اما توی پایه دوم 2 تا پایه میبافیم، یعنی میشه یک پایه ساده و یه دونه افزایش. حالا شروع میکنیم اون یکی دست و پاش رو هم میبافیم که میشه 8 تا زنجیره، 5 تا بست برای انگشت اول دوباره، بعدش 5 تا زنجیره، 4 تا بست برای انگشت دوم، 8 تا زنجیره، 4 تا بست برای انگشت سوم و در نهایت 3 تا بست روی زنجیره های اصلی. میریم سراغ ادامه بدن که یک رشت ساده بافی میکنیم، یعنی 3 تا پایه کوتاه میزنیم. یه زنجیره و برگشت. حالا یه دونه افزایش میزنیم تو اولین پایه بعدی رو یه دونه میزنیم، پایه بعدی رو دوباره یه دونه افزایش. حالا ما 5 تا پایه داریم. یه زنجیره میزنیم، برمیگردیم، 3 رج اینجا ساده بافی انجام میدیم. این اولین رج، زنجیره، برگشت، دومی رج، زنجیره، برگشت، سومی رج، زنجیره، برگشت، یه دونه کاهش میزنیم، یه دونه پایه عادی و یه کاهش دیگه. اینجا پایه هامون برمیگردن به 3 تا دونه. حالا شروع میکنیم دستشو بافتن طبق همون چیزی که قبلا گفتم. اینجا یه دست میبافیم،
میریم روی بدن، 3 تا پایه روی بدن میبافیم. دوباره یه دسته دیگه. حالا میایم روی بدن و 3 رج ستایی ساده بافی میکنیم. این اولین رج، زنجیره برگشت. دومین رج، زنجیره برگشت. سومین رج، زنجیره برگشت. یه کاهش میزنیم، یه پای عادی، زنجیره برگشت، یه کاهش دیگه. اینجا یه پایه فقط برامون میمونه، زنجیره برگشت و یک پایه. این شد بدن ما که نخ رو اضافه قطع میکنیم که بتونیم به سرش بدوزیم. برای زبون وامولکمون 10 تا زنجیره میزنیم و از زنجیره دوم شروع میکنیم و 9 تا پایه کوتاه میبافیم روی زنجیره هامون. نیازی نیست نخ رو بلند کوتاه بکنیم چون به هر حال چسبیده میشه داخل سر. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنید.